آنان که نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دینند، هرگز سخن دروغ بر زبان نمی آورند. در آیین زرتشت نیز به ظهور مصلح و منجی آخرالزمان تأکید شده است. در این آیین یک قدرت کیهانی یا روح خیر به نام اهورامزدا و یک قدرت کیهانی متضاد یا روح بزرگ شر به نام اهرمن خودنمایی می کند. در طول تاریخ این دو نیرو با هم تا آخرالزمان در ستیز هستند. در آن زمان خوبی بر شر غلبه می کند و دوره صلح و پاکی و اطلاع اهورامزدا فرا می رسد. با ظهور سوشیانت آخرالزمان آغاز می شود. در یک بند از کاتها یا کاهان نیست که سروده های زرتشت است، سخن از مردی است که در آینده می آید و راه نجات را می یابد. همچنین در کاتها چند بار به واژه سوشیانت برمیخوریم که همان منجی زرتشت است. زمانی که پس از ضعف و سرانجام نابودی اهرمن و نیروهای اهرمنی جهان به کمال نخستین خویش باز می گردد، بنابراین سوشیانت همان کسی است که در پایان جهان ظهور خواهد کرد و سوشیانت پیروزگر نام دارد. در اوستا کلمه سوشیانت 8 بار تکرار شده است. از جمله اقدامات این مصلح موعود پس از ظهور نو کردن جهان و از بین بردن پلیدی و ظلمت می باشد.